نتونستن کشور رو اداره کنن. آن نادر که از ایل افشار بود اومد و حاکم شد تاج رو سر خودش. گذاشت رفت 10 میلیون رو غارت کرد. بعد از 12 سال حکومت به خاطر قانی بودن مرد. بعد از اینکه مرد محمد حسن قاجار با آقا کریم خان زنده سر حکومت رو دعوا کرد. وقتی که مرد لطفعلی جای گازین شد محمد حسن قاجار رو یادتونه پسرش شد آقا محمد. اومد و لطفعلی رو شکست داد و شد پادشاه. بعد از این که مرد فتحعلی شد جایگزین.